بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان عزیز سلام بر شما. امروز یکشنبه 4 صفر المظفر سال 1445 هجری قمری برابر است با 29 اسد سال 1402 هجری شمسی و مصادف است با 20 آگوست سال 2023 میلادی. توجه نمایید به مجموعه خبری این ساعت. در آغاز سرخط خبرها. نشست خبری معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ با خبرنگاران هرات. آغاز کار ساخت بلوارهای نواحی 15 گانه هرات با هزینه 5 میلیون افغانی از سوی اداره شاروالی. و دیدار والی هلمند از قلعه اختیارالدین و موزیم تاریخی هرات. مشروع اخبار. معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ در یک نشست خبری در شهر هرات میگوید که به منظور حمایت بیشتر از رسانه‌ها و خبرنگاران در کشور در تلاش ایجاد یک صندوق حمایوی هستند. این مسئول در وزارت اطلاعات و فرهنگ همچنان تاکید می‌کند که با گذشت 2 سال از حاکمیت امارت اسلامی تاکنون اقدامات زیاده در زمینه حمایت از رسانه‌ها توسط امارت اسلامی نیز انجام شده است. شماری از خبرنگاران در این ولایت نیز خواستار توزیع کارت هویت از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ هستند. شعیب جلالی گزارش می‌دهد. نشست خبری معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور با شمار زیاد از خبرنگاران و مسئولان در هرات. معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ در این برنامه میگوید که با گذشت 2 سال از حاکمیت امارت اسلامی در کشور شمار از اقدامات به منظور حمایت از رسانه‌ها و خبرنگاران صورت گرفته است. د اسلامي امارت پالیسي په ځانګړې توګه باندې د اطلاعات فرهنګ وزارت پالیسي دا ده چې موږ د رسنیو حمایت کوو، ملاتړ یې کوو، ستونزو او مشکلاتو ته یې رسیدګي کوو. پالیسي دا نه ده چې د رسنیو د مطبوعاتو سره موږ په تصادم او په ټکر کې راسو، بلکې د اسلامي امارت پالیسي د خپلو داخلي رسنیو حمایت ته همدا ډول په بېلابېلو برخو کې ورسره مرسته ده. همدا اوس موږ یو تصمیم نیولی دی چې یو صندوق ایجاد کړو چې زموږ حکومت همدا ډول زموږ تجاران او بېلابېل اړخونه مرسته راجمع کړي. زموږ هغه رسنۍ یا هغه خبریالان چې اقتصادي ستونزې او مشکلات لري، موږ د دې صندوق د لارې د دوی سره کومک وکړو. رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات نیز در این برنامه تاکید داشت که معینیت نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور همواره در صدد جویا شدن معلومات پیرامون فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران در ولایت هرات می باشد. جناب مهاجر صاحب همیشه وقتی به هرات می آیم خیلی علاقمند است که پیام اصحاب رسانه، پیام مردم را از طریق رسانه و مشکلات عدیده‌ای که بالاخص به وزارت اطلاعات و فرهنگ در بخش نشراتی باز مشخصا برمیگرده از نزدیک گفتگو داشته باشه. از سوی دیگر شمار از خبرنگاران در این نشست خبری خواهان توزیع کارت هویت از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ شدند. هویت خبرنگار در جامعه چون مصروف اطلاع رسانی هست و به هر اداره مراجعه میکنه به خاطر دریافت اطلاعات، خوب است که توسط یک کارت مشخص واضح باشه. یعنی برای همه ادارات یک کارت هویت باشه که برای همه ادارات او کارت واضح باشه و خیلی راحت بتونه به اطلاعاتی که در ادارات هست دسترسی داشته باشه. د دې کارتونو توزیع شروع شوې ده. مطبوعات کولای شي، رسنۍ کولای شي، هر څوک کولای شي دا کارتونه د خپلو کارمندانو لپاره واخلي. یوازې هغه مشخصات او د کومې رسنۍ سره چې کار کوي هغه مشخصات ورته پکار دي. که دلته په هرات کې زموږ خبریالان ورونه غواړي نو د اطلاعات فرهنګ د ریاست په تاییدیې باندې دوی کولای شي چې مرکز ته مکتوب راواستوي، موږ د دوی کارتونه ورکوو. موږ ټولو ادارو مدیرانو ته، نشراتي مدیرانو ته، مطبوعاتي مدیرانو ته دا توصیه ده او دا مخواستې دوی څخه چې رسنیو ته جوابگویی وکړي. این همه سخنان در حال است که قبل از این نیز معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور دیدارهای مختلف با اصحاب رسانه و خبرنگاران در شهر هرات داشته است. ساخت بلوارها در نواحی 15 گانه شهر هرات به طول 11 کیلومتر آغاز شد.
به گفته مسئولان اداره شاروالی هزینه مجموعی آنها در حدود 5 میلیون افغانی بوده که در مدت 4 ماه تطبیق خواهد شد. در همین حال شماری از شهروندان ایجاد بلوارها و رنگامیزی آنها را در سرسبزی و زیبایی شهر مؤثر عنوان نموده و بر تطبیق عادلانه پروژه ها در تمام نواحی به طور یکسان تاکید می کنند. محمد جمعه رضایی گزارش می‌دهد. کار ساخت و رنگامیزی بلوارها در سطح نواحی با طول 11 کیلومتر که کار آن از ناحیه 8 شهر هرات آغاز شده است. مسئولان اداره شاروالی این ولایت میگویند که این پروژه با منظور زیبایی و نظم‌دهی شهر با هزینه مجموعی 5 میلیون افغانی در مدت 4 ماه تطبیق خواهد شد. د دې پروژې د بلوارو جوړول پروژه ده چې د دې بلوارو جوړول به 1000 متره بلوارونه دي چې دا به ان شاء الله په مختلفو 15 ناحیو کې جوړیږي او 4000 متره به رنګامیزي د چې دا به د بلوارو کېږي په مختلفو ناحیو کې 15 مختلفو ناحیو کې کېږي او د دې پروژې لګښت تقریبا څه کم 15 میلیونه لګښت دی چې او د شرکت هرات صخره په نامه دی او مدت د دې پروژې به ان شاء الله په 4 میاشتې کې به ان شاء الله افتتاح برابرتی سره سپارل کېږي. این مسئولان همچنان میگویند که پروژه مذکور بر اساس نیاز در نقاط مختلف نواحی پانزگانه تطبیق می شود. که بلوار جدید درست میشه و اینا پراکنده بر اساس ضرورت های نواحی مختلفه، چون در 15 ناحیه شهر هرات کار میکنیم. موقعیتی که ما فعلا قرار داریم در حاشیه سرک بین جدا کننده بین بلوار و پیاده رو، اما در قسمت های ما هسته که در وسط سرک واقع میشه. سرک های هست که تا بلوار نداشته. به طور مثال سال گذشته ما اگه یاد شما باشه بین چوک سینما و چوک گلها بلوار نبود و دو قسمت پراکندگی و بی‌نظمی بود. یک بلوار جدید احداث شد، یک نظمی به شهر داده شد. امسال هم همین ترتیب در جاده‌های ما داریم که وسط جاده بلوار نداره و نیاز به بلوار داره. بلوار جدید احداث میشه و از خاک زراعتی پر میشه و ان شاءالله ساحه سبز ما توسعه پیدا میکنه و بر علاوه از او سطوح خشت کانکریتی از این بلوارها که در حدود 4000 متر مربع میشه، اینا هم با اون رنگ کیفیت عالی ان شاءالله توسط شرکت هرات صخره رنگ‌آمیزی خواهد شد. در همین حال شرکت تطبیق کننده از کیفیت کار این پروژه به شهروندان اطمینان میدهد. البته پلیتا پریکست است، قبلا ریخت میشه، در ساحه با یک رژی منظم در جای کندنکاری شده، تحتش تپک‌کاری شده، پهلوی هم چیده میشه، درزگیری میشه، کیورنگ خوب صحیح میشه و بعد از او باز با مطابق نقشه رنگ‌آمیزی میشه. البته امیدوار هستیم که در زیبایی شهر ما یک قدم مثبت دیگه باشه. از سوی هم شمار شهروندان از تطبیق پروژه های عامل منفعه از سوی اداره شاروالی هرات استقبال نموده و میگویند که در این اواخر در چهره شهر تغییرات مثبتی رونما شده است. در نهی 13 مشکلات سرکا و کوچه هم است، جوچه هم است که خوشبختانه یک قسمتی به حساب بلوارا به شرکت هرات صخره سپرده شده که به می پروژه امروز که افتتاح کردم شامل همون نهی 13 میشه. ما تشکری میکنیم که توجه ریاست شاروالی در حساب آبادی وطن و آبادی ولایت هرات به خصوص نهی 13 که مسئولیت از دو شما یک باشندگان نهی 13 هستیم بسیار خوشحال هستیم. با این حال اداره شاروالی ضمن تطبیق پروژه های مهم در سطح شهر همواره بر حفاظت و پاک نگه داشتن شهر از سوی شهروندان تاکید می‌ورزند. مولوی عبدالرحمن والی ولایت هلمند در سفر به ولایت هرات از قلعه تاریخی اختیارالدین یا ارگ هرات و همچنین موزیم ارتباطات دیدار نمود. والی هلمند در دیدار از قلعه تاریخی اختیارالدین بیان داشت که هرات جایگاه ویژه و تاریخی داشته که باید به گونه کامل این جایگاه حفظ گردد. در این دیدار مولوی قیاسی آمر فرهنگ و هنر از سفر والی هلمند به شهر هرات استقبال نمود. بیان داشت که این ریاست آماده پذیرایی گردشگران داخلی و خارجی به گونه کامل می باشد. دور پنجم تطبیق واکسین پولیو در شهر هرات و ولسوالی‌های این ولایت آغاز شده است. به گفته مسئولان صحی قرار است تا در این دور 1,250,000 طفل کمتر از 5 سال در ولایت‌های مختلف حوزه غرب واکسین شوند. شعیب جلالی با جزئیات بیشتر. پنجمین دور تطبیق واکسین پولیو در ولایت هرات با حضور مسئولان ادارات مختلف و خبرنگاران آغاز شد. به گفته مسئولان صحی قرار است تا در این دور 1,250,000 طفل کمتر از 5 سال در ولایت‌های مختلف حوزه غرب کشور واکسین شوند. اطفال مورد هدف ما 1,250,000 طفل است که شامل 4 ولایت هرات، فراغور و بادغیس هست و در حدود 750,000 از این اطفال 1,250,000
اطفال هم که همزمان واکسین پولیو و همچنان تابلت های ضد کرم برای اینا داده خواهد شد. کمپاین به صورت خانه به خانه تطبیق میشه، آمادگی های لازم گرفته شده. رئیس ساعت عامه هرات در کنار این سخنان از عموم خانواده ها می خواهد تا در تطبیق موفقانه این دور از کمپاین واکسین پولیو تیم های سیار صحی را همکاری کنند. موږ د ټولو ولسي خلکو څخه دا غوښتنه ده چې واکسین کور په کور تطبیقیږي او د واکسیناتورانو سره په هر لحاظ چې وسی باید کلکه همکاري وکړي. د هرات ولایت سیمهیزې ادارې په بار د ټولو ولسوالیو مسؤلینو ته دا توصیې کړي دي، خبرې ورکړي دي تر څو دوی په پوره معنا د صحي بخش د کارمندانو سره همکار وسی او بیا هم که کوم خاصه خبره چې متوجه وسی و سیمهیزې ادارې ته موږ په خدمت کې یو چې د دوی سره همکار وسو. از سوی هم رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات در کنار حمایت کامل از این پروسه از رسانه ها نیز خواست تا در قسمت آگاهیدهی پیرامون همچون موضوعات مهم بیشتر اطلاع رسانی کنند. انشالله تمام امکانات موجود به حساب آگاهیدهی از روزنامه اتفاق اسلام گرفته تا آژانس باختر تا رسانه ملی ما شما رادیو تلویزیون ملی محلی هرات و همچنین تمام رسانه های خصوصی و مستقل که تحت مجموعه کمیته حمایت و نظارت از رسانه‌ها می باشه، هفته مبارزه با پولیو و هفته تبلیغ پولیو و هفته نارسایی های این بیماری و اینکه خبرهای خوش ما از دکتر صاحب کبیر داشتیم در مقام ولایت به ارتباط که حوزه غرب یکی از حوزه‌های است، به خاطر هماهنگی خوبی که بین دوایر دولتی می باشه در امر مبارزه با پولیو، در امر مبارزه با همکاری با واکسیناتوران این مسئله یک نمره بالا را می داشته باشه، به خاطر هماهنگی می باشه. در حال دور سرتاسری واکسین پولیو آغاز می شود که امسال 4 واقعه مثبت پولیو در کشور به ثبت رسیده است. جلسه جهت رسیدگی به قضایای خاص مریضی اطفال آسیب پذیر به حضور داشته مؤسسات همکار در مقر ریاست کار و امور اجتماعی تدویر یافت. حافظ میرزا محمد ابو منصور رئیس کار و امور اجتماعی هرات پیرامون مشکلات اطفال و ضرورت ایجاد کمیته متذکره متشکل از مؤسسات همکار غرض رسیدگی به قضایای این کاتگوری از اطفال صحبت نمود. در ادامه این نشست توضیحات بیشتر در رابطه با ضرورت ایجاد کمیته و چگونگی رسیدگی به این قضایا مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. در اخیر فیصله صورت گرفت که در جلسه بعدی مؤسسات و نهادهای دیگری که مرتبط به این موضوع دعوت شده تا روند رسیدگی بیشتر تقویت گردد. برای 3700 فامیلی نیازمند در ولسوالی‌های ادرسکن و پشتکوی هرات مواد غذایی توزیع گردید. این کمک‌ها برای 2464 فامیل ولسوالی ادرسکن و 1236 فامیل ولسوالی پشتکو توزیع گردیده است. قابل ذکر است که این مواد به کمک سازمان غذایی جهان و همکاری تکنیکی مؤسسه هماهنگی توسعه و بازسازی دهات افغانستان زیر چتر و نظارت ریاست احیا و انکشاف دهات هرات توزیع شده است. گفتنی است که این کمک‌ها بعد از سروی برای فامیل‌های نیازمند توزیع گردیده است. سطحاً در پیوند به فروش مواد مخدر توسط نیروهای امنیتی هرات بازداشت شدند. مدیریت مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنیه طی چندین عملیات کشفی سطحاً را در پیوند به فروش مواد مخدر از مربوطات این ولایت بازداشت کردند. از نزد این افراد مقدار مواد مخدر به دست آمده و اکنون تحت نظارت قرار دارند. 2 تن در پیوند به سرقت موبایل از سوی نیروهای امنیتی هرات بازداشت شدند. پرسنل امریت حوزه اول امنیتی قماندانی امنیه طی عملیات کشفی 2 تن را در پیوند به سرقت 4 ست گوشی به طور بالفعل از مربوطات این حوزه بازداشت نمودند. از نزد این افراد 4 ست گوشی مسروقه به دست آمده و اکنون تحت نظارت نیروهای امنیتی قرار دارند. مقدار زیاد مواد مخدر توسط پرسنل قماندانی امنیه ولسوالی فرسی ولایت هرات کشف و از بین برده شد. پرسنل قماندانی امنیه ولسوالی فرسی هرات مقدار 80,000 کیلوگرم یومه یا یومان که برای تولید و ساخت و ساز مواد مخدر استفاده می شود طی عملیات از مربوطات قرا و قصبات این ولسوالی کشف و حریق نمودند. 45مین دور مسابقات کلب تکواندوی ITF در 2 بخش تیمی و انفرادی در هرات برگزار شد. هدف از برگزاری این مسابقات راه یافتن به تیم منتخب تکواندوی هرات گفته شده که در آن 5 تیم و 100 تن از جوانان و نوجوانان اشتراک ورزیدند. در این مسابقه اشتراک کنندگان در وزن‌های اول الی ششم در مقابل هم به میدان مسابقه خواهند رفت.
امروز 45مین دوره مسابقات تکواندوی ITF ولایت هرات برگزار میکرد. در سه کاتگوری به دو شکل، هم مسابقات انفرادی هم مسابقات تیمی برگزار میکرد، از نوجوانان تا نوجوانان. مسابقات تیمی در این مسابقات 5 تیم شرکت کردند. مسابقات انفرادی به تعداد 100 نفر شرکت کننده داریم. در 13 کلب برگزار میگردد. کلپ‌ها هم از هرات است دیگه ولایت هم؟ کلپ‌ها کلا کلپ‌های ثبت راجع شده فدراسیون تکواندو ITF ولایت هرات است که ان شاءالله اینا همگی در وزن‌های اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم شرکت میکنند. ان شاءالله به تیم منتخب ولایت هرات را پیدا میکنند. مسئولان برگزاری همچنان از اشتراک کنندگان خواستند تا با خونسردی کامل و به صورت دوستانه با هم مسابقه دهند. بینندگان عزیز، این بود مجموعه خبری این ساعت. توجه کنید به وضعیت هوای شهر و چند ولسوالی ولایت هرات. درود بر شما، شب بر همگی شما بخیر. توجه فرمایید به وضعیت هوای شهر هرات و چند ولسوالی آن. دوشنبه شهر هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پایینترین 21 درجه سانتیگراد. غوریان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایینترین 22 درجه سانتیگراد. کرخ آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33، پایینترین 18 درجه سانتیگراد. و همچنین پشتون زرغان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایینترین 21 درجه سانتیگراد. و در پایان مرور مجدد داریم بر سرخط خبرها. نشست خبری معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ با خبرنگاران هرات. آغاز کار ساخت بلوارهای نواحی 15 گانه هرات با هزینه 5 میلیون افغانی از سوی اداره شوروالی. و دیدار والی هلمند از قلعه اختیارالدین و موزیم تاریخی هرات. بینندگان عزیز، از توجه و همراهیتان به مجموعه خبری این ساعت سپاسگزارم. وقت بر همه‌تان خوش. خدا نگهدار.